سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار تالش. امروز پنجشنبه 23 آذر ماه و ساعت حدود 2 ظهر. بازار هفتگی در شهر تالش در روزهای پنجشنبه در کنار رودخانه و پل شهر تالش و در خیابان میرزا کوچکخان برگزار میشه. متاسفانه به نظر من این بازار در حد و اندازه این شهر نیست و به نسبت بازارهای دیگه استان که تقریبا به همشون سر زدیم خیلی کوچیکه. عمده محصولات عرضه شده در این بازار میوه و تره باره و محصولات محلی هم به صورت محدود در اون وجود داره. بخش فروش لباس و پارچه هم به نسبت سایر محصولات قابل توجهه. منظره زیبای رودخانه و کوههای اطراف هم از امتیازات این بازاره، ولی آشغال و زباله هایی که روی زمین ریختن بهتر چیزی نگید. شهر تالش یا هشبر از شهرهای بزرگ استان گیلان و بزرگترین شهر تالش نشین و تالش زبان ایرانه. این شهرستان بعد از رشت پرجمعیت ترین و بعد از رودبار وسیع ترین شهرستان استان گیلان هم هست. شهر تالش در 115 کیلومتری مرکز استان گیلان و در همسایگی شهرهای رضوانشهر، آستارا و استان اردبیل قرار داره. تالش از قطب‌های گردشگری استان گیلان هم هست. ییلاقات زیبای این منطقه به همراه جاده زیبای اصالون به خلخال از معروفترین و زیباترین مناظر شمال ایرانند. ییلاقاتی مثل شکردشت و سوباتان. بنیان شهر تالش با ساخت کاخ اتاق سرا به دستور سردار امجد در اوایل دوره ناصرالدین شاه هستش. از جاهای دیگه دیدنی این شهر میشه به پارک جنگلی سیاهداران و سورتمه ریلی، تونل جنگلی و ساحل زیبای گیسوم، دریاچه طبیعی سراگا، تالاب جوکندان اشاره کرد. کشاورزی و دامداری در این شهر بسیار فعاله و صیادی و صنایع چوب هم از شغل‌های دیگر مردم این شهره. قبلا ولاگ‌هایی از جاهای دیدنی این شهرستان زیبا مثل تونل جنگلی و ساحل گیسوم و همچنین سورتمه ریلی رو در کانال قرار دادیم که همه اونها در پلیلیست مربوط به شهر تالش کانال ما موجوده. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. اگر شما هم مثل ما به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزی هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو براتون در قسمت توضیحات قرار دادم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
دیاری انا ما فکرم اون طوری مثلا اگر در شبکه موجودی کافی نمیمان ببر ما قربان نارنگی شیرین ساری آقا Gracias.